سلام بچه‌ها، به ویدیو امروز خوش اومدید. تو این ویدیو قراره 3 تا از بازیایی که انیمه ازشون هست به شما معرفی کنیم، ولی این بازی آقا نیومدیم مثل بقیه فقط وایس سطحی معرفی کنیم. آقا مثلا چه میدونم مثل همه خاص مطمئنم ندیدید، دیده باشید دیگه نهایت یکی، پس باشید که قراره واقعا بازی خفنی معرفی کنیم. خودم پشمام ریخته بود. این بک‌گراندم طبق معمول داره یه بازی براتون پلی داره میشه، گیم پلیش که در طول ویدیو نگاه کنید. اگه خوشتون اومد در آخر ویدیو اسمش هم اونم میگیم. پکیج 3 در وان، در واقع 4 تا بازی به شما معرفی میکنیم. بریم ببینیم چه خبره. بازی حالا همون انیمه اول Made in Abyss. اونایی که انیمه Made in Abyss رو دیدن خدا شما رو بیامرزه، انشالله شفا پیدا کنید و به زودی حالتون خوب بشه، و اونایی که ندیدید امیدوارم برید ببینید. چرا؟ چون یه حالت خیلی غم انگیز داره انیمه، ولی خب در کل داستان خوبی داره و مفهومی طور و کلا با انیمه جالبیه. حالا از انیمهش میگذریم و برمیگردیم روی بازی. گیم پلی رو که همزمان داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم، میبینیم که توی نگاه اول خب گرافیک اوکی داره، ولی بعد که میرین تو بحر گرافیک بازی میبینی یه حالت خیلی غم انگیز طوری داره که یه جایی میشه گفت مشابه بازی آلیس بازگشت جنونه که هم با هم گرافیکشو میبینیم. یه همون حس و حال دلگیری داره که خب اینا میشه گفت سبک بازیه و به خاطر همین گرافیک عجیبش نتونست خیلی دانلود مناسبی توی استیم دریافت کنه و سر زبون‌ها به همین موضوع، به خاطر همین موضوع خوب سر زبون‌ها نیفتاد. ولی در کل ساختار خوبی داره، همون داستان و همون کاراکترها اومدن داخل بازی، چیزی الکی اضافه نشده که الکی بازی صرفا خراب بشه، زیاد توش به قول معروف جنگولک پنگولک بازی نیاوردن. اون طرف هم بازی تو سبک خواب داری میبینید اوپن ورلد آر پی جی و میتونه تجربه طولانی ساعتها شما رو با خودش سرگرم بکنه. حالا داستان از چه قراره؟ یه کل داستانی که طبیعتاً بعدون تعریف نمی‌کنم. یه بخش اول داستان کلی در رابطه به یه دختر بچه‌ای که توی یتیم خونه زندگی میکنه و علاقه زیادی به ماجراجویی و ادونچر و باستان شناسی داره که اما متاسفانه خب یتیم خونه اجازه این کار رو بهشون نمیده که برن بیرون، اما یه چند باری با دوستاش فرار میکنه، میرن بیرون باستان شناسی یه ذره میکنن اینجور حرفا و یه اونجا به بعد دیگه اتفاقا میفته. با تصور گنشین ایمپکت و هونکای ایمپکت و استار رین و اسکای چیلدرن آف دی اسکای و اینا اصلا نیاید تو این بازی ها. داستان کلا یه چیز دیگه است. پیشنهادم میکنم اول انیمه رو ببینید بعد به سراغ بازی بریم. بازی بعدی بازی شماره دوم سونیک. آقا سونیک کلا داخل دنیای گیم فراز و نشیب‌های زیادی داشته. سریایی داشت که اصلا با عقل جور در نمیومد، مثل سری قبلی که قبل این بازی بیاد سونیک عاشق دختر میشده، خارپوش با دختر تو رابطه. این بازی یه بازی اکشنه، آر پی جی ماجراجوییه و جهانبازه و گرافیک بازی به حدی بالا و قشنگه. بالا نیستش، آرت استایل خیلی قشنگی داره که شما داخل جهان بازی میتونید برید و خودتون دور بزنید، درخت‌ها رو ببینید، از رنگ محیط خیلی لذت ببرید. باس فایت‌های بازی هم که خیلی باس فایت‌های نرمالی هم مثل باس فایت‌های همه سونیکا میمونن. سونیک با سرعت و ضربات گرد میشه میزنه دشمنا رو شکست میده. بازی از کاراکترهای زیادی استفاده نکرده و فقط سونیک داخل بازی، حالا با باس فایت‌ها و انیمیا. کلا اگه دنبال یه بازی آر پی جی هستید که خیلی قشنگ خفن باشه، جهان باز باشه، سونیک به شما پیشنهاد میکنم، میتونید برید دانلود کنید. اگه دنبال یه بازی آر پی جی خیلی خفن میگردید، جهان باز باشه و رنگای خیلی قشنگ داشته باشه، مطمئنا سونیک رو به شما پیشنهاد میکنم. اسم کاملش این زیر هست، لینک رو نمیذاریم، برید بخرید بازی رو. بازی شماره سوم بعد از کلی بفاکی، وان پیس اودیسه. آقا همه انیمه بازا، کسایی که اصلا انیمه زیاد نگاه نمیکنن یا اصلا نگاه نمیکنن این انیمه رو میشناسن. عمرشون رو سرت است، عمرمون رو سرش تلف کردیم با 1500 تا قسمت. اینجا بازی ساخته شده که سبکش هم مثل سونیک جهانباز اکشن ادونچر، ولی آر پی جی هم که نمیدونن چیه.
نوع بازی هم آر پی جیه ولی مثلا داخل اتکاش باید به همدیگه نوبتی اتک بدید. بازی از نظر گرافیکی هم آرت استایل خاص خودشو داره، شخصیت بازی شخصیت انیمن با همون استایلشون ولی با لباسای جدیدتر میتونید کاسپلای جدیدتر روش بندازید و نیومده با داستان انیمه رو داخل داستان بازی تعریف کنه. یه داستان مجزای دیگه داره، خیلی بازی خفنیه. بریم یه گیم پلی کوتاه ازش ببینیم و برگردیم برای خداحافظی. آقا به آخر ویدیو رسیدیم. این بازی اگه خوشتون اومد بوم راش سایبرپانک و شما داخل این لیست از کدوم بازی خیلی خوشتون اومد حتما تو کامنت ها به اون بگی و تا ویدیوی دیگه خداحافظ.